عرض ادب و احترام به بیننده عزیز تلویزیون فرهنگی سفینه. دوستان خوب و نازنین، برنامه در مهمانی سفینه از منظور شما و مهمانان برنامه در مهمانی سفینه هستند گروه ایجادی انسامبل آوازدار نسیم یزدغلام از ناحیه ونج. راهبر این انسامبل فیض‌دین حسین زاده، همچنین کارمندان این انسامبل اسلام الدین داشتی و ایمت خدای امر خدا. شما را خیر مقدم میگویم. تشکر که دعوت ما را پذیرفتید و بید همینک چون وقت دارید سلام و پیام خویش را به نزدیکان و پیوندان و به مخلصان و هموطنان عزیز برسانید. سلام صمیمی خود را به تمام تماشابینان مؤسسه دولتی تلویزیون سفینه میرسانیم که ما را تماشا کرده ایستادند. شما نیز امکان دارید. مرحمت. سلام علیکم همدیاران عزیز، خیلی شاد هستیم که امروز با شماییم. سلام به همه هموطنان عزیز و بعداً من امروز برای خودم یک خرسنده حساب میکنم که من در همه روزهایی که ما سفری هنری داشتیم و به مرکز پایتخت جمهوری خودمان تشریف آوردیم اینجا انسامبل گریم دسته نسیم یزدغلام. من هم امون اعضای همون گریم که همون انسامبل اولین انسامبل فولکلوری یزدغلام بود که از همون انسامبل ما منشأ گرفتیم و در زمان استقلالیت یک نعمتی نایافتنی است. سلامت باشین. تشکر زیاد. در آغاز خواهش میکنم یک سرود زمزمه کنید تا اینکه بیننده ما خسته نگردد، بعدا صحبت خواهیم کرد. خواهش میکنم. مرحمت. کام دلم ز طالع تلخ کام شد، در خاطرم کنون غم غربت مقام شد. گل دسته امید دلم به نظام شد، امروز دیگرم به فراق تو شام شد. در آرزوی وصل تو عمرم تمام شد، در آرزوی وصل تو عمرم تمام شد. باد صبا گذشت عمر بهار من، سودای داغ و سوخت دل انتظار من. سیلاب خم به دامنی از کبار من، آمد نماز شام و نیامد نگار من. ای دیده پاسدار که خوابم حرام شد، ای دیده پاسدار که خوابم حرام شد. تشکر زیاد. صحتمند باشید. بسیار واقعا خوشایند و گمان میکنم بیننده که الحال ما رو تماشا دارد از شنیدن این صدا بسیار خرسندم شدن. تشکر. طوری که ما آگاهی یافتیم گفتن که انسامبل نسیم یزدغلام یک زمانی از فعالیت باز مانده بود. خب اکنون آغاز فعالیت شد، یعنی که با همبستگی و در گروه چقدر هنرمندان کار میکنند؟ کار امروز چگونه رنگ گرفته است در این انسامبل؟ پای چی آمادگی ها هستید همچون هنرمندان این دسته با نفوذ آوازدار؟ باید گویم که انسامبل خلقی نسیم یزدغلام عبارت از 14 نفر سرایندگان و مطربان که بسیار مهارت بلند کسبی دارند امروز فعالیت دارند و خوشبختانه من چنان که ما امروز دیده ایستادیم چند
روز است که ما در مهمانی پایتخت محبوب کشورمان شهر دوشنبه قرار داریم و این باز الهام و روحیه آوازخوانان و هنرمندان انسامبل خلقی رو بیشتر و بهتر میکند. بله. یعنی دستگیری همه جانبه دولت امروز برای ما امکانیت میتید که تمام مهارت و ملکه خود رو برای رشد و نموی فرهنگ و صنعت مردم کوهستان صرف نماییم. بله. خب چون گفتید چند روز است که مهمانیم در پایتخت تاجیکستان، در دل تاجیکستان دوشنبه نازنین و گفتید که مثلا کنسرت برگزار کردیم در فیلارمونیای دولتی. گمان میکنم از دستگلی که شما پیشنهاد تشنگان صنعت نمودید خرسندم شدن. بله. چگونه پیشواز گرفتن؟ امین ساکنان پایتخت به مبالغه همین انسامبل خلقی نسیم یزگلام که بار اول اگر خطا نکنم در دوران استقلالیت یک صحنه یک میدان کلان صنعت وارد گردید، بسیار پذیرایی خوب، بسیار قبول خوب کردند، بسیار کفکوبی ها کردند. خب با واقعیت کفکوبی و استقبال ساکنان و شنوندگان همین برنامه کنسرتی از آن صدا میداد که آنها ابراز داشتند بعد انجام کنسرت، گفتند که این آوازهای زنده به یگان چیز، یعنی آوازهای زنده که تاثیر دیگر دارد، البته تاثیر دیگر دارد و مردم شنوندگان بیشتر از آواز دلنشین همین سرایندگان به وجد آمدند. بله. و به هنر والای همین سرایندگان بهای بلند دادند. تشکر زیاد، مونس خرسند هستیم. خب خواهشمند هستیم که ایمت خدای امر خدا، چون امروز یک نفری هست که خدمت نشان داده در این انسامبل آوازدار و گمان میکنم زحمت های زیاد هم در جوده صنعت کشیدن. خب در مورد هنردوستی و هنر آموزی و دوستداری نسبت به صنعت جوانان ناحیه ونج حرف بزنید که چگونه است امروز توجه جوانان به صنعت اصیل تاجیکانه؟ خواهش خلق هست، ذوقش هست. جوانها باید که امروز با دوام دادن کار من و اسلامی جانه دوستی من باید که آماده باشند. امروز که ما آوازها خسته می شود، قوت کم می شود، باید که ادامه دهند. بله بله. یعنی به نظر شما هم توجه جوانان هست، خواهش دارند؟ البته همین ببخشید همین بگاه الکه خودش اثبات شد که توجه خیلی زیاد، خیلی کم. بله تشکر. خب دوستان ارجمند، ما امکان داریم که بازم از جانب مهمانان یک ترانه خوشایند دیگر بشنویم، بعدا صحبت را ادامه خواهیم داد. مرحمت خواهش میکنم. حفظ و جمال تو زیب آرارا، شکست سنبول زلفی تو مشکی سارا. حفظ و جمال تو زیب آرارا، شکست سنبول زلفی تو مشکی سارا. کی از تو هج مروت همه همه دارم، که کس ندید از سنگین دلان مدارم. کی از تو هج مروت همه همه دارم، که کس ندید از سنگین دلان مدارم. هزار بار خدا را شفه میخوانم، ولی چه سود چه تو نشنوی خدا.
1000 بار خدا را شفع میخوانم ولی چی چی تو نشنوی خدا را. چرودکی به غلامی اگر قبول کنی چرودکی به غلامی اگر قبول کنی و بندگی نپسندد 1000 دلار. چرودکی به غلامی اگر قبول کنی و بندگی نپسندد 1000 دلار. و بندگی نپسندد 1000 دلار. و بندگی نپسندد 1000 دلار. صحتمند باشید. تشکر زیاد. استاد ارجمند، در مورد دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان، در مورد دستگیری‌های حکومت انیق‌ترش مقامات اجرایی حکومت محلی با دسته هنری شما حرف بزنید که امروز چگونه است دستگیری‌ها در این دسته آوازه‌دار نسیم یزدغلام؟ از طرف من مقامات محلی ناحیه یا از ولایت یا از جمهوری فقط حرکت کردن که همین ما یک احیا کنیم چون که هر یک ملت به خودش افتخارات دارد. اگر اون افتخارات ما گیریم که فعلا اگر حقیقت گپ زنیم، من افتخارات ما پیشوای معظم ما است. پیشوای معظم ما اساسگذار صلح و وحدت و پیشوای عزیز ما جناب عالی رهبر عزیز ما مهربان است امام علی رحمان. هر یک سال به ناحیه ونج از آن جمله به یک جماعت دهات یزدغلام علاقه همین زمان استقلالیت خودش 2 مراتبه همه تشریف آورد و به حال و احوال و به مردم نزدیک یعنی دیدار کرد و مردم را خشنود کرد. پیشوای ملت محرم راز همه تاجیکان عالم است. باور داریم که با وجود این قدر دستگیری‌هایی که از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان است، از جانب مقامات اجرایی حکومت محلی ناحیه ونج است، گمان میکنم که با کار و با رفتار و با مثلا ذوق ایجادی شما این انسامبل البته باید رنگ و ریب دیگر میگیرد. ترانه و سرودهای جدید البته برای دوستداران همچون ارمغان هدیه خواهد کرد هر نوبت. تشکر میگم. خب میگن که هنر هدیه الهی است و به نفر هدیه میگردد که واقعا دوست میدارد هنر را. و هنرمند به نظر شما برای اونه که هنرش رشد کند، برای اونه که دوستدار پیدا کند، مخلص پیدا کند، چی کارها را به سامان باید برساند؟ به رنج گنج میسر نمی شود. درست، بله. کدام ساحه کسبی نباشد وی رنج و مشقت مهنت را طلب میکند و خصوصا کسب صنعت یک کسبی خیلی نازک است. یک کسبی است که صنعتکار باید با آواز خود، با شعر انتخاب کرده خود، با آهنگ خود باید به دل شنونده راه یابد. درست، بله. و خوشبختانه در انسامبل خلقی نسیم یزدغلام سرایندگان خیلی برجسته هستند، آواز خداداد دارند و یک چیز رو ما باید قید کنیم که ناحیه ونج که یکی از گوشه دوردست جمهوری تاجیکستان است، در دوران استقلالیت در مرکز ناحیه ونج قصر فرهنگ بنا گردید که یعنی مردم همین ناحیه این رو چشمدار نبودند. زمانی که وارد همین قصر فرهنگ میگردی تمام شرایط ها، تمام امکانیت ها برای رشد و نموی هنر هست، فرهنگ هست. خب و ونج باستانی از قدیم الایام با صنعتکاران خود، با اهل فرهنگ خود در تمام منطقه معلوم مشهور است. درسته. و خصوصا جماعت دهات یزدغلام که در یک گوشه ونج باستان قرار دارد و مردمش
دوش به دوش در کوهسار بلند هماغوش زندگی دارند. بسیار مردم فرهنگ دوست هستند. من جماعت دهات یزگلام از زمانهای خیلی قدیم صنعتکاران ورزیده رو یاد دارد که آنها در بزم و معرکه هایی که در درواز در ونج میشد آنها اشتراک میکردند و صدر معرکه همین بزم مجلس ها بودند. و امروز سیاست پیش گرفته حکومت جمهوری در ساحه فرهنگ خیلی چشمرس و چنانه که جناب والی میگوید فرهنگ هستی ملت است. جوانان باید سعی و تلاش کنند که همین امکانیت هایی که امروز برای جوانان برای رشد و نموی فرهنگ در سرزمین دادن از اینها استفاده برند و خصوصا جوانان یزگلام که آنها از قدیم یک مکتب مخصوصی موسیقی داشتند باید همین کسب بابایان خود را ادامه بخشند. با اندیشه شما همچون هنرمندان سالار، همچون هنرمندانی که مثلا طول سال هاست در رشد و نموی صنعت زحمت ها کشیده ایستادید، تلاش بهر آن دارید که هنر واقعا قدیمه صنعت ملت تاجیک را معرفی کنید. چگونه امروز جوانان را با کدام راه ها تربیت سازیم در مثلا پیشرفت صنعت تا اینکه ایشان سهمگذار باشند و البته ایشان احیاگری هنرهای قدیمه مردم ما باشد، زیرا که این ملت و این مردم را با هنر و با فرهنگش در عرصه جهانی میشناسند و احترام و اعتراف میکنند. امروزه جوان ها هم برای آن که دل بندد بیشتر باید که در معرکه ها اشتراک کنند، در کنسرت ها اشتراک کنند، در بزم ها اشتراک کنند. موسیقی های سنتی را خوب دانند. شب زنده داری میکردیم، وقتی توی به میرفتیم مردها میخوان ما مایده بدیم همون آهنگ همون سرود و پاگاش ساعت 5 بیدار میشدیم در کلام همون آهنگ همون سرود. همین تاثیرات از نسل به نسل هست و البته تربیت کردن هم در کار. یعنی که ما کلانسالایی که تجربه دارا یا که موسیقیدا وظیفه خود میشماریم که کمکشان کنیم، دستگیریشان کنیم و تربیت کنیم فرزندای نبیره های. گمان میکنم که در انجام برنامه هم برای بیننده عزیز یک ترانه دیگر پیشنهاد بکنیم. عین مدعاست، بعدا خیر خوش میکنیم. خواهش میکنم. جوان شدم هرگاه که یاد روی تو کردم جوان شدم. شکر خدا که هر چی طلب کردم از خدا، شکر خدا که هر چی طلب کردم از خدا. بر منتهای همت خود کارا شدم، بر منتهای همت خود کارا شدم. من پیر سال ما نیم یار به وفاست، بر من چون میگذرد پیر از آن شدم. دوشم نوی داد عنایت کی حافظا، بازا که من به عفو گناهت زمان شدم، بازا که من به عفو گناهت جوان شدم. بسیار تشکر. بار دیگر به خاطر اونه که یک صحبت خوب راستیم و تمنا میکنیم که همیشه صحت و سربلند باشید در کارهای ایجادی. برایتون موفقیت و مظفریت.
بیننده عزیز تلویزیون سفینه، این برنامه در مهمانی سفینه بود. خوب 3 نفر از گروه آوازدار نسیم یزدگلام که از ناحیه ونج امروز مهمان ما شدند و شما بار دیگر برای کار خانه آباد را آرزو میکنیم و بیننده میگوییم که تنتان صحت، لبتان پر از خنده باشد. تا دیدار نوبتی.